دوره آقای خاتمی که جناب آقای پزشکیان افتخار میکنه وزیر این دوره است، گرچه مجلس ایشون رو در اون ایام استیضاح کرد به خاطر بی‌کفایتی و بی‌مدیریتی. متن استیضاح هست، مجلس خودشون ایشون رو استیضاح کرد، تو متن استیضاح هستش به خاطر بی‌مدیریتی. یه وزارتخونه رو نمیتونست بچرخونه، حالا اومده مدعی اداره کشوره. ما از خود همین وزارتخونه در زمان وزیری ایشون تحقیق و تفحص کردیم. در دوره ایشون سوال آزمون دستیاری که به یک نوعی به جان مردم مربوط میشه با تخلف و تقلب فروش رفت. عجیبه گزارشش آماده شده، تو صحن مجلس قرائت شده، افراد رو گرفتن رفته دستگاه قضایی، 21 نفر محاکمه شدن. بعد خیلی راحت تو چشم بنده نگاه میکنه میگه نه نبوده. عجب، اگه امثال ما نباشن که ندیده باشن، اینا دیگه چیکار میخوام بکنن ملت؟